درود بر شما. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز است. در استودیو با شما شوکتی محمد. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. وکیلان پارلمان تاجیکستان جلب جوانان به خدمت حربی با راه ابله را جنایت دانسته‌اند. آمریکا تاجیکستان را به قطار کشورهای برای سیاحان ناامن وارد نموده است. ترکیه 21 نفر جنگجویان تاجیک داعشی را به تاجیکستان استرداد کرد. در جلسه پارلمان تاجیکستان که در روز چهارشنبه برگزار شد، وکیلان از جلب اجباری جوانان به خدمت حربی با راه ابله اظهار نگرانی کردند. در این باره برای پیام عضو پارلمان تاجیکستان رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده ضمن صحبتش با ما خبر داده گفت پارلمان این مسئله را بررسی نمود و با ارسال نامه از حکومت تاجیکستان تقاضا کرد که باید پیش راه این پدیده نامطلوب گرفته شود. دیروز جلسه بود. بعد جلسه مثلا با کمیته هایی که مشمولن مثلا دایر به امنیت، حفظ حقوق و دیگران سپارش هم دادن رئیس ما که مثلا این مسئله پیگیری کنن و پهلوهای گوناگونی را بیاموزند و دیگر ساختارهای قدرتی را نظارت کنند که اونو چیکار میکنن و در چه حال است. مثلا پارلمان در این باره سپارش داد، این نظارت میکند، این چیزو به نظارت نمیموند. ما عضو جامعه هستیم، شاید که اینا یک قسمی به نظر گرفته شود. ما هم با طور مکتوب دیگر چین به حکومت هم روان کردیم، تحت آموزش هست این چیزای ما. این شخصی که به دعوت میرود باید که همه طرفه باور داشته باشد که وای آدم زنده گشته میبیاد، حالت روحی وای پس نمیشود. جلب اجباری جوانان به خدمت حربی با راه ابله در تاجیکستان پدیده نو نیست. در تاجیکستان طول 28 سال استقلالیت جوانان به خدمت حربی اجباراً با راه ابله جلب می شوند. هرچند مسئولین مقامات تاجیکستان دم از آرامی و ثبات می زنند و همیشه مردم را به شکرانه آرامی و تنجی دعوت می کنند، گونه جلب جوانان در کشور مثل آن است که گویا در کشور جنگ رفته ایستاده باشد. جوانان را از رخت خواب، از کوچه خیابان، کالج و آموزشگاه ها و حتی دانشگاه مثل یک جنایتکار بازداشت کرده با خود میبرند و به خدمت حربی میگسیلانند. چند پیش یک کاربری رادیوی پیام ویدیویی را ارسال کرده گفت برادرش را کارمندان کمیسریت حربی هنی بازداشت، لط و کوب نموده پایش را زده شکستند و با خود بردنی شدند، اما برایشان میسر شد که پیش راهشان را گرفته برادرش را از دست آدم را بایان خلاص کنند. اکا محمشو امینود همی آدم ها سحر رفتن، وقتی نماز نوشیده در خانه ما دور آمدن، نپدنی کردن، اینا گرفتن بازوری حجت داره، اینا لینگی دادر رو معیمه شکستن. اینا فهمیدی؟ همین گونه نسیم جان قاسموف یک ساکن جوان ناحیه رودکی را صبح 9 نوامبر از خانه اشان دستگیر کرده به خدمت حربی بردند. طور پیوندانش به خبرگزاری از پلیس نقل کردند او در روز ابله شدنش 18 ساله شده است. مسئولین وقتی خواب در خانه را زده شکسته به خانه در آمده نسیم جان قاسموف را با خود بردند. گفته می شود زمانی که این جوان را مسئولین ابله کرده اند در خانه والدانش حضور نداشته اند. اما کسا خواب بوده یک که در تخت شید آمده گفته چی میکنه و مجدور پرا میکرد چیز میکنه که گفته اکام گفت که در قصد کرده و چامای تو رو رفته گیه گفت ولی روزی دیشنبه میایه گفته و در اومدم در شکستم در اومدم اما کسا چی کردن اکام گفتن من همی در خونه ما هوی کردم گفتم برم باید سر ایره که
آواز یمین از تیمش شنیدم و چای جو کوه میانم شکست و من آمدم پیشو نخشک کار پس خفتگی نخشک کشتم کستنش رفتم. И почему они так его забирают? Без присутствия матери. Разве в армию так забирают? Мы тоже хотим, чтобы наши дети пошли служить, но не в таком виде. علاوه بر این دیروز در ناحیه واسه یک جوان گرفتار بیماری روحی را مسئولین کمیسریت حربی ابلاغ کرده با خود بردنی شدند. این هنگام بیماری جوان خروج کرده تا خیلی وقت به خودش نیامد. سالبون جون حق بچه جون خوک تمام سالبون من قطیتم سالبون جون بچم گوش که یمینو من همونی که حق یه بار مطمئن گرزم یه بار سالبون جون حق من قطیتم بخیرون بچه جون حق من قطیتم خوک حق شی میره من اویدم تمام هویت سالبون جون تو هویت تمام حق سالبون من قطیتم بچه جون چی میترسی چی میترسی من قطیتم حق من نگاه کن همین گونه سال گذشته نیز رسانه‌ای شده بود که یک جوان گرفتار بیماری روحی را ابلاغ کرده مسئولین کمیسریت حربی او را دزدیده به خدمت حربی گسیلانیدند. مادرش به رسانه‌ها گفته بود که حتی حجت گرفتار بیماری بودنش را مقامات به اینابت نگرفتند. بچه ما کسالی روحی دورا 2006 سال کسال دا با اینسا فقط табуват мекунша бачам да военкоматай ҳозир аблава қабида бурдианша бачам гап мона гӯш намекуна аблава справка дора бефилипсин бачаи ман наметона дороша хӯрданаш дар пурай вай. از پی این ابلغه‌های بی سر و سامان سر و صداهای به میان آمد. خصوصا ابلغه جوان گرفتار بیماری‌های روحی با واکنش‌های زیاد کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی روزنامه‌نگاران روبرو شد. سیاف مزراب و رجب مرزا روزنامه‌نگاران شناخته تاجیکستان خواستار استعفای شیرعلی مرزا وزیر مدافع تاجیکستان شدند. به گفته این دو روزنامه‌نگار تاجیک امسال دعوت به صف قواهای مسلح تاجیکستان به یک صحنه مسخره آمیز تبدیل یافته است که روند دعوت همه روزه طریق سایت‌های اجتماعی پخش می‌گردیدند. سیاف مزراب در صحیفه فیسبوکیش با اشاره به نوار جوان بیماری ابلاغ شده در ناحیه واسه نوشت بعد همین نوار باید وزیر مدافع به استعفا رود. رجب مرزا در تعقیبات سخنان سیاف مزراب گفت سیاف مزراب واقعا هم درست میگوید. بعد شرمندگی و قانون شکنی های صورت گرفته در معرکه دعوت به ارتش امساله شیرعلی مرزا حق معنوی رهبری وزارت مدافع را ندارد. این شرمندگی است. دیوانه رو هم به عسکری بردنی شدند و طلبه مکتب رو هم. اگر حوادث همین یکونی ماه اخیر تاجیکستان در هر دولتی که حکومت قانون وجود دارد اتفاق می افتاد، پروکورورش از 1 اکتبر سال روان چندین کارمند میلیسا، جماعت و کمیسریت های حربی را به یگان مشکل پس پنجره زندان جا کرده بود. بلاگر تاجیک شابودین بدالوف با پیام گفت که ابلاغ کردن جوانان از جانب مقامات مقصدناک است. مقامات با این هراس افکنی و وحشت انگیزی می‌خواهد اکثری جوانان به کشورهای غیر سربگریز شوند. وقتی اکثری جوانان به کشورهای غیر سربگریز شدند، حکومت ناتوان از قشر خونگرم جامعه خلاص می شود و یک بار پیش راه نارضایت‌ها از نوع عهده برای های حکومت گرفته می شود. اینقدر جوان همه در تاجیکستان بستن یا خدمت حربی بروند برای حکومت تاجیکستان یک درد سر می شوند و حکومت مجبور میشه مادامی که جوانان در تاجیکستان باشند یا که خدمت کنند مجبور میشه حکومت برای آنها یک کمتر کاری بگیم که تامین کنند. از همین لحاظ فکر نظر من این است که باید اجباراً به طریق ابلاغ یعنی جوانان را به خدمت حربی جلب کنند تا که جوانان از کشور فرار کنند
و طول 10 سال باشه یا که تا همون مدتی که 28 سال میشه چند سال میشه تا همون مدت اونها در کشورهای روسیه، قزاقستان و دیگر کشورهای دنیا بگیم که فرار کنند. حکومت و مسئولین به قانون شکنی دست میزنند. فرزند مردم را از کوچه خیابان میربایند. مقامات نظارت اجرای قانون، پروکراتوره، چشم گوشش بسته است. چنان قانون شکنی ها در جلب جوانان به خدمت حربی به اوج اعلا رسیده است که فکر میکنی در تاجیکستان نهاد با نام پروکراتوره وجود نداشته باشد. سید جعفر عثمانوف، وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید جلب جوانان با راه ابله جنایت است و جوانان باید با راه تشویقاتی به خدمت حربی جلب شوند. خدمت حربی جای جوانان بیمار و از عقل بیگانه نیست. وقتی که سرباز یا که یک مثلا شهروند که 18 ساله می شود به صف مثلا دعوت می شود، خوب است که خدمت وطن کردن در کار است. نه که ببینید جامعه دموکراتی است. جامعه دموکراتی طرز اصول های مثلا شکل های کارده، مثلا گیرنده، خدمتگار یا که خدمت کننده یا که دیگر شکل هایی که مثلا مردم کار میکرد و فعالیت میکرد در جامعه دموکراتی شکلش دیگرتر است. هرچند همین مناسبت توازن در ما با مناسبت دوره شوروی خود باید بروی خدمت کنی. خوب اگر که میره خدمت میکنی خوب باید تو بچه مردم باید شرایط چه بتی پروسی پدادیالنی لباس خوراک سی وقت و تمامی مثلا شرایط برای خدمت او. این که در این حالاتایی که اون مثلا رفته از خونه مردم از قد کوچه ابله و این چیزا هم عملا غیر قانونی، یک چی بگم یک بی‌صلاحیتی هم ساختار نشان میده. هیچ وقت پرزیدنت ها نمیگه که برای خونه اوزان بذار بدرای کشتالی گودکش بقب بگه ارمیا بر همین یگون خیلی رهبر دولت گفته نمیتوند. این خیلی مثلا سطحی پس نیست در دولت دوری در یگون دولت، لیکن همون نفرایی را که مثلا وقتی که به همین کار مسئولن عادی‌ترین چیز است پویز که دادن در کار است، دیگر مسئولیت پدر مادر است. این کار را پیشتر میکنن، روی خط همه این آدما را برده بعضی دانیدن موندن در کار در ایروپورت مثلا که مثلا همه کمیس اول بگذارن سلامتی بچه‌ها را درست دیدن در کار، نه اینکه اخیران بچه‌های همین کسلی را همه را گرفته ارمیا. مثلا عباره است که شرط و ضرور است باید شما رفتن مثلا این وظیفه دارید، این چی بگیم این سرکشی کردن حقوق ندارید. میبخشید دولت دموکراتی سوسیالیستی نیست. این دولت دموکراتی شکل اصول های مناسبت با صف ارمی دیگر است. ببینیم در دولت های دموکراتی دعوت به خدمت حربی چخیل است. در اونجا کانترکت است، دیگر شرط های دیگر دارن و امتیازات دارن. بعد اساسش همین است که ما مشکلات اساسی ما همی که ما فقط میبخشید بچه های کسلی و همونی که گرفته نتونیست، همونیش که مثلا یک کار کرده نتونیست خلاص شود در خدمت حربی، همون را مجبور میبریم خدمت. در بعضی رایون ها مثلا فساد هم دیده میشود. فساد همی که مثلا بعضی پول میتن ایمون خدمت های حربی میگریزن. خدمت های حربی یعنی با چی بگم کمیسریات حربی شهر مثلا شهر نمایی جمهوری و فساد مسئولن. ما در اینجا چند نفر مثلا به صف ارم میگیریم از چقدر جوانی برای خدمت است، لیکن همه را در خونش میرونند کو، همه را کشولا میکنند کو. رئیس حزب پارلمانی حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید باید پیش راه این جنایتکاری گرفته شود و هر مسئولی که به این پدیده نامطلوب دست میزنند پیشگاه قانون باید جواب گویند. همونش که مثلا به خدمت حربی دعوت کرده می شود باید خود در چارچوب قانون باشد، نه که این حادثه‌ای که بود رفته خانه یا آدم در اومدن زدن لطوکوب کردن گرفتن این جنایت است. در خانه همه آدم 1 سانتیمتر دور اومدن ممکن نیست. به سانکشن پروکورور در سانکشن پروکورور باید که معین باشد، سطح گناهی همو حادثه معین باشد. این چیز باید به قانونی باید داده بشود، هم از طرف پروکاتور حربی هم از پروکاتور گنرالی. اینا
باید که اینا ببینن اینا در کدام سطح حل کنن. این نمیشود که مثلا یک آدمی میلیشنری که یک شعبه کارهای داخلی و یک کارگری قسمی مثلا کمیسریت حربی یک کار میکنن که مقابل کنستیتوسیون است. بعد مردم بگن میخواد دولت امیخیل پرزیدنت ممکن نیست شوخی معامله بگم میگم ناحق است. یعنی باید حق حقوق اینا هم تشکیلات جمعیتی هم مردمی کشور و دیگر ساختارها باید حق حقوق اینا از ساختارها طلب کنند. اونا باید با مجازات کشیده شوند. اونا در خونه من شما یک کس بدارد، اگر این خیلی بدارد خیلی بچه ما را برد، ما نمیدونیم چقدر مثلا که یک به یک حالت روحی وزنی گرفتار شیم. اما آدم مادر دارد، پدر دارد، اما شهروند است، اما انسان است. واقعا ممکن نیست این کارا کردن. میگه کی کرد؟ برای اون که من مثلا دعوت پر شود گفته رفته همه را زده کشتن در کار ممکن نیست این کار کردن. حکومت هم نگفته این کارا. شکل های اجرای وظیفه‌ای که در پیش مثلا ساختارهای با دعوت کننده کمیسریت‌های حربی یا که مثلا حکومت‌های محلی را حکومت مثلا وفادار کرد که شما در دعوت کمک کنین. در یگان قرار حکومت نگفته است که شما زده خونه مردم بدروین. آخه انمون بجای میگن که بجای سلک کلا میارد بعضی انمین صلاحیت پستی کارمندانی کمیسریت‌های حربی و اون است. باید تمامی همون ساختارهایی که در اینجا جلب دنی کار کردن شدیداً باید که مثلا با مجازات کشیده شوند. اینا در تاجیکستان دعوت به خدمت حربی سال 2 بار بهار و تیر ماه صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سنی دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر از این شماره از خدمت ارتش آزاد هستند. ماه اپریل سال 2017 بار آخر بررسی طرح قانون خدمت الترناتیوی در پارلمان تاجیکستان با شرکت وزیر دفاع شیرعلی میرزا رسانه‌ای شده بود، اما دیگر این موضوع تا حال مطرح نشده است. همین گونه بجای آنکه این قانون پیاده شود و با راه سپاریدن مبلغ به بودجه کشور جوانان خود را از خدمت حربی خلاص کنند، اکثرا با راه فساد و پاره‌دهی خود را از دست مقامات میرهانند و رو به مهاجرت می آورند. دپارتمنت دولتی آمریکا به شهروندان کشورش هشدار داده است که اثنای سیاحت و تاجیکستان احتیاطکار باشند، زیرا آمریکا تاجیکستان را به قطار کشورهای برای سیاحان ناامن وارد نموده است. این و چند خبر و رویدادها از رسانه‌های دیگر را همکارم صفیه واحده به گزارش می‌دهد. در بازار کربینی شهری بیشکک بین دو شهروندی تاجیکستان جنجال و زنازنی به عمل آمده. در جریان زنازنی یکی به قفس سینه دیگری یک ضربه کارد زده است. در نتیجه شخصی از کارد زخمی شده در جای حادثه هلاک شده است. بنا به معلومات داده دفتر مطبوعاتی سرریاست امور داخلی بیشکک روز 12 نوامبر در بازار کربین شهروندان تاجیکستان در مسئله قرض به مناقشه لفظی پرداخته آن به جنجال و زنازنی تبدیل می‌یابد. این حادثه در ریاست امور داخلی ناحیه سوردلوفسکی بیشکک ثبت و تفتیش توسعه‌ای با جرم آدمکشی آغاز گردیده است. ذکر می شود که در جریان تدبیرهای جستجویی کارمندان وزارت کارهای داخلی قرقیزستان با گمان دست داشتن در این کشتار شهروند 30 ساله تاجیکستان را بازداشت کردند. وزیر صنعت قزاقستان از فروش فرودگاه شهری الماتای این کشور خبر داد. بیبود آتامقولوف وزیر صنعت قزاقستان گفته است فرودگاه شهری الماتا متعلق به یک شرکت خصوصی است. وی درباره سرمایه‌گذاری جدیدی که قصد خرید فرودگاه الماتا را دارد گفته است این سرمایه‌گذار دارای 2 فرودگاه در فرانسه می باشد. آتامقولوف تصریح کرد فرودگاه الماتا یکی از بزرگترین فرودگاه‌های آسیای مرکزی می باشد و برای راحتی مسافران باید ترمینال مسافربری مدرن سازی و بازسازی شود، زیرا سالانه تردد مسافران از طریق این فرودگاه رو به افزایش است. انتشار نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی در افغانستان بار دیگر به تأخیر افتاد.
در این باره روز چهارشنبه اورنگزیب عضو کمیسیه مستقلی انتخاباتی این کشور اظهار داشت. در گزارش شبکه تلویزیونی تولو نیوز اورنگزیب گفت اعلان نتیجه های پیشکی آوازدهی که باید روز پنجشنبه برگزار میشد و تأخیر گذاشته شد. شدتناک گشتن مسئله های برخواسته برای از سر حساب نمودن آواز انتخاب کنندگان سبب و تأخیر افتادن آن شد. یادآور می‌شویم که 28 سپتامبر در افغانستان انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. طبق معلومات کمیسیه مستقل انتخابات قریب 2,600,000 نفر افغان که حقوق آوازدهی داشتند به نقطه‌های آوازدهی آمدند، حالانکه در آوازدهی میبایست 9,700,000 آوازدهندگانی به قید گرفته شده اشتراک میکردند. از اول نتیجه های پیشکی انتخابات 19 اکتبر باید اعلان میشد، اما آن وقت هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیه مستقل انتخابات درباره موقف گذاشتن خبر داده 14 نوامبر را سنه نوی اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات اعلان داشت. دپارتمنت دولتی امریکا به شهروندان کشورش هشدار داده است که اثنای سیاحت به تاجیکستان احتیاطکار باشند، زیرا امریکا تاجیکستان را به قطار کشورهای برای سیاحان ناامن وارد نمود. دپارتمنت دولتی امریکا پس از حمله تروریستان به پستگاه مرزی تاجیکستان و ازبکستان در وبگاه رسمی خود آگاهینامه را دیروز 13 نوامبر نشر نموده در آن از شهروندان امریکایی دعوت کرده است که اثنای سیاحت نمودن در تاجیکستان از احتیاط کار بگیرند. از جمله گفته می شود که از حضور در جایهای سیر و دم و از استفاده نقلیاتی جمعیتی خودداری نمایند. ضمناً دپارتمنت امریکا از قتل وحشیانه سیاحان امریکایی در ناحیه دنقره تاجیکستان یادآور شده است که بر اثر آن حادثه دهشتبار میان 4 سیاحی کشته شده 2 شهروند امریکا قرار داشتند. گذشته از این مقامات امریکا از شهروندان خود خواستند هنگام سفر به تاجیکستان رسانه‌های محلی را نظارت کنند و نقشه خود را در اساس اطلاع نو تنظیم نمایند. ترکیه 21 نفر شهروندان تاجیکستان را که با اتهام عضویت یا همدستی با گروه جنگجوی دولت اسلامی در قلمرو این کشور بازداشت شدند و تاجیکستان می‌فرستد. طور روزنامه حریت نوشته است 959 نفر اخراج خواهند شد و از اینها 21 تن به تاجیکستان، 82 نفر به ازبکستان، 10 نفر به قزاقستان، 23 نفر به قرقیزستان و 11 نفر به افغانستان فرستاده خواهند شد. مقامات ترکیه گفتند همچنین 99 کس به روسیه، 17 تن به آلمان، 3 نفر به هلند و 2 نفر به فرانسه اخراج می شوند. اما بیشترین تعداد نزدیک به 300 نفری به عراق و سوریه استرداد خواهند شد. در بین گمانبران بازداشت شده همدستی با داعش همچنین 4 نفر از اوکراین بودند. در خبر گفته می شود یک بخش عمده این افراد را نابالغان تشکیل می دهند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه های دیگر ما را در شبکه های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. مشترک شدن به شبکه یوتیوبی ما، نوشتن نظر خود درباره نوار، پخش تگمه معقول شد و همچنین پخش تگمه زنگوله را فراموش نکنید. این به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. الها کامیاب باشید. با امید دیدار در روز دیگر.